دوستان عزیزم سلام، صفدرعلی هستم. در این ویدیو خود به شما یک ابزار هوش مصنوعی را معرفی میکنم که شما توسط از این هوش مصنوعی به 10 قسم محتوا یا ویدیو میتوانید که تولد کنید که البته این هوش مصنوعی با دیگه هوش مصنوعی که ویدیو جنریت میکنه بالکل فرق میکنه. دیگه هوش مصنوعی کسی مثل سورا 2 یا ویو 3 یا به 10 قسم ویدیو دیگه که جنریت میکنه شما پرام میدید بریو و از روی پرام با شما ویدیو جنریت میکنه، اونم ویدیوی 5 دقیقه یا 8 دقیقه. و این هوش مصنوعی شما میتونید که شما هم لینک بندازید، از طریق لینک یوتیوب بندازید، همون چیزی که در یوتیوب هست برای شما یک همون قسم ویدیوی متفاوت‌تر و دقیق‌تر با شما درست میکنه. و یا در پیش شما اگر کدام پی دی اف هست، پی دی اف با 10 قسم پی دی اف هست که درش مثلا تاریخ هست، تاریخ هست، یا یک قصه هست، یک فکاهی هست و یا چیزی آموزشی هست. اینا را شما اگر پی دی اف بدید، از روی از امو پی دی اف با شما یک تا ویدیوی مکمل، بسیار ویدیوی دقیق درست میکنه، هم متن داشته باشه و هم عکس داشته باشه و هم صدا داشته باشه، صدایش مرد باشه، زن باشه و زبانش فارسی باشه، انگلیسی باشه، هر چی که باشه و برای شما ویدیو جور میکنه. و دیگه میتونه که هم مستقیم چت کنید، همراهش چت کنید، از روی چت که مثلا میگه که ما این قسم ویدیو ما میخوایم، برای شما ویدیو جور میکنه. پس بدون معطل بریم طرف آموزش تا اونجا ما ببینیم که چه قسم این کارآمد داره. خب دوستان عزیز، در قدم اول میرین گوگل کروم خود باز میکنید که البته خیلی براوزرهای زیاد است که در موبایل و از همه بهتر امی گوگل کروم است، چون که امی ابزار هوش مصنوعی که من میخوام به شما معرفی کنم اینا مربوط گوگل میشه. از گوگل کروم رفته شما سرچ میکنید نوتبوک علم. خب یادتان باشه، البته شما اگر سرچ بکنید که نوتبوک علم و در این روی صفحه خیلی سایت های زیادی بیه، اما شما همه را ویل کنید، فقط میاین سری گوگل نوتبوک علم ای را شما پیدا میکنید و روش کلیک میکنید و بعد در اینجا یک صفحه باز میشه که البته این هم اصلی چیزی نیست. در این قسمت ترای نوتبوک علم است، روی ازی کلیک میکنید. وقتی که کلیک کردی و در اینجا این صفحه باز میشه که البته شما میتونید که هم اپش اینستال بکنید کار کنید و هم از روی خودی امی سایت در گوگل رفته شما کار بکنید که البته اپش هم اگر شما اینستال کردید از پلی استور شما اپش اینستال نکنید و از خودی ازی اگر شما برگردم و در این قسمت روی امی 3 نقطه در اینجا اگر ما کلیک بکنیم در از همه پایین اد تو هم اسکرین روی ازی ما کلیک میکنم و در اینجا گفته که اضافه کو در اسکرین میخواد و این در اینجا ما اضافه میکنم در روی اسکرین، اما شارتکت یمزی اضافه میشه و البته اپش هم اینستال میشه. در اینجا گزینه میاد که البته ما چندین بار ای را اینستال و ان اینستال کردیم، به این خاطر در صفحه از من میاد و شما اگر بار اول اگر شما را باز کنید و حتما در اونجا یک آپشنک میاد، پاپ اپ میاد که شما اپ ازی را اینستال بکنید. شما میتونید که اپش اینستال کنید. خب میریم در روی اصلی صفحه که این گوگل نوتبوک علم است و روی کریت کلیک میکنیم. روی کریت که کلیک کردیم و در اینجا صفحه میاد. البته در اینجا 3 قسمت، همین 3 چیزی مهم داره که یکی سورس است، یکی چت است و دیگه استودیو. که اول در قدم اول میریم در سورس یعنی منبع، که منبع را از کجا بیاریم، از کجا پیدا کنیم، که از یوتیوب بیاریم یا از خود موبایل بیاریم، که از پی دی اف، که البته خیلی پی دی اف های هست که درویش خیلی چیزای نوشته هست، مثلا قصه هست، تاریخ هست، آموزش هست و گوگل درایو هست، یوتیوب هست، لینک یوتیوب هست. و ما در این قسمت میریم که البته آسان تر است برای ما، search the web for new source. در این قسمت باید ما منبع خود ما بیاریم، در اینجا ما پیست بکنیم. منبع ما از کجا میریم؟ از چت جی پی تی. از چت جی پی تی میتونیم که هر چیز بیاریم، مثل که ما در چت جی پی تی رفتم در اینجا نوشته کردم، در انگلیسی البته شما در فارسی نوشته میتونید، در هر زبانی که شما یاد دارید
شما میتونید نوشته کنید. من نوشته کردم که how to change my number on WhatsApp. البته در آخرش هم نوشته کردم که short guides، یعنی که راهنمای کوتاه، یعنی برای ما مثلا کوتاه توضیح بدید، نه که دراز باشه، بخاطر که اگه زیاد دراز بود باز ویدیو هم قدر زیاد دراز میشه. مثلا ما یک تا ویدیویی میخوایم که یک تا ویدیوی 4 دقیقه یا 3 دقیقه یا بالاتر از 4 دقیقه باشه، زیاد نباشه. اگر ما بخوایم که یک ویدیو 10 دقیقه 12 دقیقه یا 15 دقیقه بخوایم، بعد ما میتونیم که complete guides ما نوشته کنیم در اونجا، جای short guides complete guides نوشته کنیم، بخاطر که ویدیو آموزشی هست زیاد وقت نگیره، به خاطر من چی کوتاه را انتخاب کردم. و بعد ایره در اینجا کاپی میکنیم. حالا ما ایره کاپی میکنم تا کجا را؟ تا می آخر کاپی میکنم که یک منبع شد و میریم کاپی میکنیم و بعد میریم در این قسمت پیست میکنیم. اگر ما ایره اینجا پیست بکنم و در اینجا روی زیابگک بزنم و حالی یک چند ثانیه بگم یا یک دقیقه شاید نرسه، یک کمی پروسس میکنه، بعد در اینجا تمام منبعی که هر منبعی که باشه در اینجا میاره سلکت کنید و حالی ما دیگه کار دیگه نمیکنیم، فقط ایمپورت، یعنی که همه اینا رو ما ایمپورت میکنیم میبریم در روی که تا برای ما نشان بده که چند تا منبع ازی خوبه، کدام منبع ازی قابل استفاده است، کدامش نیست و در اینجا همه را جور میکنه سلکت کنید و این قدر منبع برای ما آورد. و حال ما چیکار میکنیم؟ ما هر کدامش مثلا از خود واتساپ هم برای ما منبع داده که از خود واتساپ برای ما گفته که چطور میتونیم که هم شماره خود رو در واتساپ چنج بکنیم، در یوتیوب هم گفته و در این دیگه سایت های دیگه هسته. و حال ما چی میکنیم؟ هر کدامش که ما انتخاب بکنیم مشکلی نداره. این حالی ما تمام ازیر ما نمیکنیم، فقط یک تاش ما لازم داریم، چون اگر تمام اینا رو ما اگر انتخاب بکنیم روش بزنیم خب زیاد وقت میگیره. ما فقط میریم سلیکت آل، دوباره رویش ازی که زدیم همه تیکایش وارداشته میشه. بعد ما چی میکنیم؟ یکشه اولی رو ما تیک میزنیم، فقط بالش کلیک میکنیم و حالی در اینجا باز اینجا کار میکنه که البته چند ثانیه یا بگم که یک دقیقه را شاید وقت بگیره، زیاد نمیگیره. بعد این برای ما میاره. حالا باید ما صبر کنیم. خب دوستا اینجا برای ما آورد واتساپ نمبر چنج ان چت. خب در اینجا ما چیکار میکنیم؟ حالی اینجا این منبع برای ما آورد و حالی ما میریم روی استودیو کلیک میکنیم تا ما بتونیم که ایره با ویدیو تبدیل بکنیم. در اینجا هم آدیو میتونید تبدیل کنی صوتی و هم ویدیو. در اینجا گفته آدیو اوورویو، ویدیو اوورویو و هم در اینجا شما عکس هم میتونید که مثلا یک تا عکس مکمل بگیرید از امو که کل امو آموزشی را دم روی عکس باشه که گفته باشه که اینی کار بکنید تمام چی را دم یک عکس خلاصه میکنن اگر روی ازی انفوگرافی رو بزنیم. اما ما فقط ویدیو اوورویو رو ما کار داریم. روی ازی ما کلیک میکنیم تا ما ایره بگیریم یک ویدیوی آموزشی جور کنیم، ویدیو آموزشی. و حالا چیکار میکنیم؟ در اینجا میگیریم خب بالای رو انتخاب میکنیم و پایین رو انتخاب میکنیم بخاطر که بریف میشه چی میشه. و در اینجا زبان هست، اینا کدام زبان انتخاب میکنی؟ با 10 تا زبانه که زبان فارسی هم هست. در اینجا ما زبان فارسی رو پیدا کنم، اینا زبان فارسی رو ما انتخاب میکنم و بعد در اینجا ویدیو کوالیتی هم چی ساخت ویدیوش نشان میده که کدامش میخواید شما. مثلا شما اوتو سلیکت میخوایی یا کاستوم یا کلاسیک، ما میگیم کلاسیک ما انتخاب میکنم و بعد میریم روی جنریت کلیک میکنیم. وقتی روی جنریت کلیک کردیم ما در اینجا باز در اینجا روی کار میشه و در اینجا اما شاید بالاتر از 2-3 دقیقه وقت میگیره. در اینجا کمی وقت زیاد میگیره. اگر اینترنت قوی باشه زودتر خلاص میشه، اگر اینترنت ضعیف باشه کمی وقت زیادتر میگیره و این ما منتظر میشیم تا این تمام شه، بعد دوباره برمیگردیم. خب دوستان بالاخره بعد از چند دقیقه این ویدیو ما آماده شد
و حال ایره میریم پلی میکنیم تا چه قسم ویدیو جور شده. تا حالا شده شمارتون رو عوض کنی و یهو دلتون هوری بریزه پایین که وای همه چت‌های واتساپ هم چی میشه؟ خب امروز دقیقاً میخوایم ببینیم چطوری میشه این کار رو خیلی راحت و بدون از دست دادن حتی یه دونه پیام انجام داد. ببینید این یه حس کاملا آشناس برای خیلیامون. این نگرانی که شماره جدید یعنی یه واتساپ 0 کیلومتر خالی، ولی اصلا نباید اینطوری باشه. واقعا نیازی نیست با اون همه خاطره خداحافظی کنین. جالبه بدونید که خود واتساپ یه قابلیت داخلی فوق‌العاده برای همین کار طراحی کرده. یعنی یه جوری که انگار کل هویت دیجیتالی شما رو برمی‌داره و خب دوستان سعی کنید که ما چقدر یک منبع کوتاه بسیار کوتاه را ما آوردیم در اینجا ما پیست کردیم و این ویدیو را 4 دقیقه و 42 ثانیه جور کرده. یعنی بسیار یک ویدیوی مکمل جور کرده، یعنی به گونه دقیق شما را بفهمانه، شما را یعنی آموزش بده که ما چطور میتونیم که از کدام طریق ما شماره خود را در واتساپ چنج بکنیم. و البته تنها این نیست که ویدیوی آموزشی که ما آوردم و شما هر منبعی را که شما میتونید از یوتیوب پیدا کنید، از پی دی اف دارید پیدا کنید یا در خود چت جی پی تی جیمینای شما نوشته کنید، هر معلوماتی که دارید یا از تاریخ های از هر چیزی که شما میتونید شما بیارید از چت جی پی تی پیدا کنید و در اینجا پیست بکنید و شما به همه قسم ویدیو جور میکنه. یعنی بسیار یک ویدیوی عالی است که به گونه بسیار شفاف بسیار مؤدبانه توضیح داده، یک ویدیو جور کرده و عکسش آورده و حتی متنش آورده که یک ویدیو مکمل به 4 دقیقه و یعنی 42 ثانیه ویدیو جور کرده. اینی رو شما میتونید که آزادانه شما در هر شبکه‌های اجتماعی که شما فعال هستید شما میتونید که پست کنید و ازش هم درآمد داشته باشید و هم لایک و فالوور و بازدید خود بالا برید. اما یک شرط دیگه داره. شرطی از این است که امی گوگل که البته امی نوتبوک علم مربوط گوگل است، یوتیوب هم مربوط گوگل است که البته شما هیچ وقت نمیتونید که ایره مستقیم از اینجا گرفته دانلود کنید و مستقیم برده در یوتیوب شما اپلود کنید که از چی درآمد داشته باشید. به این قسم هرگز اجازه نمیده. اما چه کار ما باید بکنیم که این البته اجازه میده وقتی که اپلود بکنی بازدید داره، یعنی هم بازدید داره هم میتونید فالوور جذب بکنید و هم در وقت زمان مونیتایز مشکل پیدا میشه که مونیتایز نمیشه. به خاطر میگه که این منبع شما از هوش مصنوعی است، یعنی شما به خاطر از این ویدیو را شما یعنی که یعنی یوتیوب که هست کسی را جا میده که ویدیوی جور کنه که خودش زحمت کشیده باشه. وقتی که شما یک چیزی را که از یک جای بیارید کپی کنید و پیست کنید یعنی در در یوتیوب اپلود بکنید که خود شما هیچ زحمت نکشیده باشید او را هیچ وقت اجازه نمیده و مونیتایز نمیکنه. در وقت مونیتایز در مشکل مواجه میشید. اما ما این را باید چه کار بکنیم؟ ما این را باید ادیت بکنیم. چه قسم ادیت میکنیم؟ میریم در کپکت. در کپکت رفته این را شما در چند ثانیه اول چهره خود نشان میدید و با صدای خود که میگین که دوستای عزیز ما یک آموزشی دارم یا توسط هوش مصنوعی یک ویدیو آموزشی جور کردیم که چطور میتونیم که شماره واتساپ خود چنج بکنیم و بعد در چند ثانیه شما میتونید که بعد از چند ثانیه ایره پلی کنید و اما در اینجا عکس خود شما باشه. وقتی که ویدیو پلی میشه در اون زمان ویدیو خود شما باشه. مثلا که ویدیو خود شما بسیار در یک جای کوتاه باشه مثل که یعنی ویدیو مرا که میبینید با این قسم ویدیو جور کنید در اینجا فقط شما گپ نزنید، فقط طرف سل بکنید و عکس العمل یا اشاره بکنید تمام دیگه هیچ گپ نزنید. بعد در عین آخر باز هم قسم میکنید که
یعنی دوستا این ویدیو ما بود. خدا کنه که از این ویدیو خوش شما آمده باشه و شما میدونید که چینل ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیو بیشتر به این قسم یک چند ثانیه آخرم به این قسم شما چه کنید. اما شما میتونید که عکس و متنش هم اگر تغییر بدید، یعنی که شما هر قدر زیاد سریزی کار بکنید اما قدر به شما آسانتر میشه در زمان مونیتایز. و ایره نه تنها در یوتیوب، در تمام شبکه‌های اجتماعی شما میتونید که آزادانه ایره آپلود بکنید و اشیا هم درآمد داشته باشید و توسط از شما میتونید که هم بازدید و فالوور خود را شما بالا ببرید. یعنی این بدون زحمت است، یعنی که شما چیزی نیاز ندارید، نه کدام زحمتی کار داره، نه کدام لپتاپی کار داره که شما توسط از لپتاپ یا ویدیو ادیتور داشته باشید که ویدیو ادیت بکنید که البته اب کپکت در موبایل است، همه جای فری مفت است، هیچ کدام چی نمیکنه. البته پرو داره اما در اونا ما نیاز نداریم و نه کدام موبایل قیمت بای کار داریم و نه کدام دوربین و نه کدام چیزی دیگه، وسایل دیگه. فقط موبایل ساده شما میتونید در روی سایت رفته با این قسم ویدیو جور کنید و در هر شبکه‌ای که شما فعال هستید میتونید که آپلود کنید، شما ازش درآمد داشته باشید. تشکر از این که تا این لحظه با من بودید. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید باشه و اگر شما کدام سوالی دارید یا کدام پیشنهادی دارید شما میتونید که در کامنت بنویسید. همیشه ما کامنت ها را نگاه میکنم و هر سوالی که دارید و هر پیشنهادی که دارید ما یا در همون کامنت جواب میدم و یا یک ویدیو دیگه از روی کامنت شما برای شما میسازم. پس تا ویدیوی آموزشی دیگر خدا نگهدار.